بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امروز همراه شما در درس 11 قرار داریم در کتاب 40 حدیث نبوی و حدیث امروزه خود قرار داریم در رقم 20 و یکی از حدیث های است که در باره الحیا صحبت میکند، یعنی شرمگینی، که شرمگینی جزء ایمان به شمار می رود. این حدیث هم روایت می شود از ابو مسعود رضی الله عنه، یکی از صحابه های پیامبر صلی الله علیه و سلم، که می فرماید عن ابی مسعود عقبة بن عمرو الانصاری البدری رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. از ابی مسعود عقبه بن عمرو رضی الله عنه روایت می شود که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر چیزی که مردم از سخنان پیامبران گذشته درک کرده بودند این است که اگر که شرم نداری پس بکن هر کاری که بر تو رواست. این حدیث روایت میکرد امام بخاری رحمه الله. در تاریخ این صحابه که در این حدیث ذکر شده است، در کتاب های ترجموی وقتی که گفتیم راستش ترجمه بزرگی هم از این صحابی مقصد دسترس کرده نشد، مگر آنی که در ترجمهش هم ذکر شده است که صحابی و یکی از صحابه های پیامبر صلی الله علیه و سلم است. بله کفایت است این شرف برای اینکه انسان پیامبر صلی الله علیه و سلم را یک بار هم دیده باشد و از او یک حدیث هم روایت کرده باشد. کفایت است این شرف با دیدن روی پیامبر صلی الله علیه و سلم و از جمله صحابه های او بودند. در حدیث اشتراکی که گفتیم مضمون عام حدیث همین است که شرم و حیا، خجالت بودن در انسان یا که خجالت ناک بودن، این یکی از صفات‌های است که از شیوه های ایمان است، یعنی طبقه از طبقه های ایمان است. از جمله ایمان انسان باید با شرم و با حیا باشد. برای همینم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر چیزی که مردم از سخنهای پیامبران قبلی درک کردند این بود که اگر که شرم نداری پس هر کاری که از تو خارج می شود رغبت داری همون کار رو به انجام برسون. این سخن در کدام حالت استعمال میکنند؟ همون حالتی که انسان اگر ببینند که از ادب و اخلاق و شرم و حیا بیرون باشد، در همون حالت در چهره بعضی انسان ها گفته می شود که اگر که شرم نداری پس این کارها را بکن. و این امروزها این چیزها را هر روز تقریبا در اگر یگان فتنه بین دو برادر اگر باشد حتما شنیدن ممکن است. و این شنید بین دو همسر، بین یگان همسایه، حتما در حقیقت وقتی شرم و حیا از یکدیگر که گم می شود، در حقیقت یک چیزها کارها یا که سخنهای قبیحی بسیار بی‌شرمانه شنیدن ممکن است در بعضی حالات. و فایده دیگر این است که تمام دین‌های سماوی آسمانی در همین عهدت بودند که انسان‌ها را در بالاترین و بهترین اخلاق
برده میرسانیدند. برای همین امروز هر کسی دعوا میکند که احتیاج به دین نیست و این دین ها قدیم شدگی هستند، خود دلالت میکنه که سخنهای پوچ و بی‌معنی هستند و آنهایی که این سخنها را میگویند حتما یگان هدف از هدفهای ضد دینی قرار دارند، چون که این دین ها از اولی پیدایششان هدف بالا برداشتن اخلاق و آداب و رفتار انسانی است. برای همینم امام بخاری روایت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، پروردگار مرا فرستاند تا اینکه اخلاق گذشتگان را پره گرداند. یعنی دینهای گذشتگی قبل از پیامبر صلی الله علیه و سلم بر همین بودند که اخلاق انسان را بالا میبرداشتند. پس اگر امروز یگان مسلمانی ببینیم که دعوای مسلمانی داشته باشد و از اخلاق و آداب اسلام دور باشد، پس دلالت به آن میکند که همون شخص از اسلام بوی آداب و اخلاق اسلامی را درک کردگی نیست. یکی از بالاترین اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم همین بود که با تمام انسان ها صحبت خوب و علاهیده پیدا کرده می توانست. درباره اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم اصلا صحبت کرده بودیم و گفتیم که عایشه مادر وقتی که از او پرسان شدند از اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم که چطور بود اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم، در جواب هم گفتند که کان خلقه القرآن، که اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن بود. یعنی هر اخلاقی که الله عزوجل ترغیب میکند بندگان از را در قرآن، همون اخلاق و تربیه نیکویی که در قرآن و سنت دیده می شود، پس اولین شخصی که عملی میکرد اون رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. و اینچنین در دیگر حدیث های هم آمدگی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید الحیاء خیر کله، شرمگینی با حیا بودن همه خیر همه نیکی در همون است. و اینچنین میفرماید پیامبر صلی الله علیه و سلم الحیاء لا یاتی الا بخیر، شرمگینی نمی آید مگر بر خیر. انسان هر قدری که شرمگین باشد با حیا باشد همون قدر با آبرو است. چطوره که پیامبر در این حدیث فهمودند، یعنی انسانی با شرم و با حیا هیچ وقت به خصلت بد نخواهد آید نسبت مردم. همه وقت در یک مقصد طبقه و در یک آبروی قرار میگیرد که مردم او را یک مثل یا با پند نصیحت گویی از دیگران عبرت گرفتن را با اشاره میکنند. و اینچنین هم پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که الحیا شعبة من شعب الایمان، حیا شرمگینی یکی از شاخهای ایمان است. این است حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم. باز میگردیم یعنی که گویم آغاز میکنیم سخن خودمون را با حدیث دیگری با رقم 21 است. و این حدیث هم اگر که کوتاه باشد یکی از حدیث‌هایی است که در او وصیت از وصیت‌های بزرگی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این حدیث روایت می شود از ابی عمرو سفیان ابن عبدالله رضی الله عنه که می فرماید قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. روایت بشود این حدیث از ابو عمرو سفیان ابن عبدالله رضی الله عنه که می فرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم را پرسان شد و گفتم ای رسول الله تو بر من چیزی بگو بر من در اسلام چیزی را که یک سخنی بر من بگوی که بعد از خود دیگر کسی را نپرسم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب گفتند بگو آمنت بالله ثم استقیم، ایمان آوردم به الله بعد استقامت بکن. این حدیث روایت کرده است امام مسلم.
و در این حدیث هم نام صحابی که ذکر کردیم ابو عمرو سفیان ابن عبدالله در ترجمهش یعنی ترجمه مفصل درک نکرده، فقط همه قدر ذکر شده است که روایت کننده همین حدیث است. گفتیم در اسلام صحابه های بزرگ هستند که عدد اینها به نهایت زیاد است. 120,000 در بعضی کتاب های تراجم آورده هستند که عدد صحابه ها در حجة الوداع، همون حجی که با پیامبر صلی الله علیه و سلم خیر خوش کردن، یعنی همون حجی که پیامبر بعد او دیگر وفات کرد، در همون حج عدد صحابه های رسول الله صلی الله علیه و سلم 120,000 بود، چطوری که عالمای اسلام گفتند. و نه همون صحابه هایی که همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند از رسول الله زیاد روایتی کرده بودند. بعضی ها حتی گفتیم از رسول الله چیز روایت نداشتند. این صحابه چطوری که صحابه قبلی را ذکر کردیم از همون صحابه های است که رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی نصیبشون بود که از رسول الله همین حدیث را روایت کنند. و فایده هایی که متعلق به این حدیث است چطوری که اهل علم می‌فرمایند صحابه ها بسیار یک پاسبان بودند که از اسلام یک نصیب الهیده برده باشند. برای همین هر یک صحابه، هر یک مؤمنی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی میکرد، کوشش میکرد که برای تن خویش، برای تن خودش یگان فضیلت خاصه پیدا کرده باشد که همون عمل را در زندگی به انجام بدهد و همون عمل سبب کامیابی در جنت باشد و کامیابی از دوزخ باشد. برای همین هم ببینید این صحابی بزرگ رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو پرسید که ای رسول الله بر من یک سخنی بگوی که همون سخن سبب شود که دیگر کسی رو نپرسم. قصد هدف همین بود که یک سخنی به من تعلیم بده تا اینکه دیگر بعد خودت احتیاج به کسی نداشته باش. برای همینم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند قل بگو ایمان آوردن به الله. یعنی کلمه ایمان آوردن به الله رو در حدیث اول ما مفصل ذکر کرده بودیم که ایمان آوردن به الله در جمله یکی از رکنهای ایمان است. یعنی ایمان آوردن به الله، ایمان آوردن به پیامبران و ملائکه ها، کتاب ها، تمام ارکان اسلام بر خود جمع کردن. ایمان شامل همین است. و بعد از آنی که ایمان می آورید به الله عزوجل، چطوری که گفتیم کلمه ایمان یکی از کلمه های بزرگ است که اسلام در بر می گیرد. یعنی هم مسائل اعتقادی غیبی، چطوری که گفتیم ایمان 6 رکن ایمان رو در بر می گیرد و 5 رکن اسلام رو، یعنی از نماز خواندن و روزه گرفتن و حج کردن و زکات دادن، همین ها را همش در بر میگیره کلمه ایمان آوردن. برای همینم رسول الله صلی الله علیه و سلم بر این صحابی بزرگ فرمودند بگوی ایمان آوردم بر الله. بعدی که ایمان آوردی همین کلمه هایی که کامل بر خود کردی پس استقامت کن. یعنی استقامت معنیش است یعنی تغییر از پشت همون کلمه ها پیروی کردن است. استوار بودن از پشت همون کلمه است. پابند اسلام بودن است. نه اینکه بر زبان بگوییم که ما مسلمان هستیم و فردا دیگر این کلمه را فراموش کرده باشیم. این است معنای عام، یعنی همین حدیث که رسول الله این صحابی را همین تربیه را گفت و دلالت خیر به این کرد که آنها نه اینکه فقط بر زبان بگویند و خلاص، بلکه اگر که بر زبان که گفتن پس کوشش کنند که پابند این عملها پابند حقیقی باشند، استقامت کامل و پابندی نسبت اینها یکایک داشته باشند.
برای همینم رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید در یک حدیث: لیس الایمان بالتمنی ولكن ما وقر فی الصدر و صدقه العمل. ایمان آن نیست ایمان که آرزو باشد، بلکه ایمان آن است که اگر در کنده سینه که جا گرفت، در دل که جا گرفت، باید که عمل او را تصدیق کند. یعنی انسان وقتی که میگوید من مسلمان هستم، نمیتواند گوید که دلم صاف است، چون سخن باطل است. این حدیثی که ذکر کردیم این لحظه دلالت بر این میکند که ایمان آرزو و هوس نیست، بلکه ایمان آرزو است در همون لحظه ای که در دل جا گیرد و در عمل چه آشکار شود. انسان میگوید ما مؤمن هستیم، عمل کافرا کند، این دشمنی به دین کرده ایستاده است. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که لیس الایمان بالتمنی ولكن ما وقر فی الصدر و صدقه العمل. حتما باید ایمانی که در کند سینه ما و شما جا میگیرد، حتما در عملهای ما، در سخن گفتن ما، در نظر اندیشه و نظر کردن ما باید آشکار شود. انسان باید تغییر کلی خورد وقتی که دعوای اسلام میکند. برای همینم الله عزوجل در قرآن در سوره فصلت آیت 30 میفرماید: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. آنهایی که میگویند که الله ما، رب ما الله است و استقامت مییابند، یعنی پابند همین دین میشوند. ایمان ها را الله عزوجل در این آیه از جمله آنهای مدح و ثنا میگوید که آنها بعد از آنی که میگویند ایمان آورده، بعد این کلمه مبارکه حتما رو به پابندی شرعی میزنند. برای همین ما و شما امروز میبینیم الحمدلله که هر کسی که صادقانه رو به الله میارد حتما تغییر میخورد. از کشیدن سیگار باشد، از نوشیدن خمر باشد، از نظر و فاحشگی باشد یا خود عمل کننده فاحشگی باشد، هر کسی که ایمان در دلش که جا میگیرد حتما او تغییر باید خورد. چون که اصلا ایمان در دل انسان جاگیر نمی شود مگر به صورت حقیقت، همون حالتی که در چهره خارجی آشکار شود. انسان وقتی که دعوای اسلام میکند حقیقتا اگر در دلش جاگیر شده باشد، پس او باید آشکار شود. چطوری که قبلا ذکر کردیم، آنهایی که میگویند ما مسلمان هستیم و نیت پاک باشد، دلم پاک باشد، از همین حدیث فهمیده میشد که اونها چی هستند؟ انسان‌های هستند که یا اسلام فهمیدگی نیستند یا انسان‌های هستند که دروغ میگویند. به دلیلی که حدیث ذکر کردیم که انسان نباید آرزو کند ایمان را، بلکه ایمان همان است که در دل جا میگیرد و عمل ایمان را آشکار میکند. چطوری که بعضی اهل علم میفرمایند یکی از میوه‌های ایمان همین است که هر وقتی که انسان رو به ایمان می آورد اصلا چی؟ میوه‌هاش آشکار باید شود. از معامله کردن، از رفتار کردن، حتی همراه همسر و فرزند، حتی همراه همسایه و در درجه اول همراه خانواده. این سلوک اگر برای مسلمان نباشد، پس بسیار خطر دارد که در دل این بنده ایمان خوب جا شدگی نیست. و خطر دیگر همین است متاسفانه که در ظاهری معامله مثل منافقایی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند، منافقایی که همراه رسول الله میزیستند، اونها ریش داشتند، جیلک داشتند، همراه پیامبر نماز میخواندند، لکن ایمان در دل اونها جا گرفتگی نبود. چون که هر وقت که از نزد پیامبر به خانه ها باز میگشتند، باز به همون کارها غیبت و دشمنی نسبت اسلام آشکار کردن را بین دیگر چیزی اونها را مانع نمیکرد. چون که ایمانهایی که در دل اونها جا شده بود، اون ایمان اصلی که برای الله عزوجل میخواستند اون نبود در دلهاشون. برای همین مسلمانی که دعوای اسلامی کند، پس حال خود را هر ساعت چطوری که میگویند تفتیش کرده استد. آیا از سبب ایمان آوردن من تغییر خورده استاده‌ام یا نه؟ از آنه که من مسلمان هستم آیا از کافرها چی فرقیتی دارم یا نه؟ این بسیار یک مسئله مهم است که هر یک فرد مسلمان
حاجت دارد که نفس خود را تفتیش کند. چطوری که ما و شما هر لحظه کوشش میکنیم که بر لباس بدن نگاه کنیم که غژلی ندارد، با آینه نگاه میکنیم که صورت ما خوشرو باشد که همسایه از ما نرنجد، یک خیش و تبار از ما نرنجد. ایمان همین است. باید هر لحظه مسلمان نگاه کرده است که از ایمانی که در وجودش دارد نسبت او چی تغییرات تأثیر داده است. والله اعلم. حدیث دیگری هم انشاءالله که وقتی متبقی یعنی وقتی باقی است کمی صحبت میکنیم در حدیث دیگری انشاءالله. حدیث سیوم است در این درس، حدیث با رقم 22. این حدیث هم روایت میشود از ابی عبدالله جابر ابن عبدالله عن ابي عبد الله جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. می‌فرماید این صحابی بزرگ از عبدالله بن جابر یعنی جابر ابن عبدالله رضی الله عنه روایت می‌شود که یک مرد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده پرسان کرد: آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم به من خبر ده؟ آیا می‌بینی خبر ده که اگر من 5 وقت نماز بخوانم و رمضان را روزه بگیرم و هر حلالی که در شرع و شریعت الله حلال آمده است او را حلال بدانم و حرام را اینچنین حرام بدانم و چیزی را از این زیاده نسازم، آیا داخل جنت میشوم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب گفتند: بله. این حدیث روایت کرده است امام مسلم رحمه الله. تاریخ جابر ابن عبدالله یکی از صحابه های بزرگی رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. مختصرا در تاریخش قائم همین گفت که حضرت تولد شده هستند پیش از هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم 16 سال پیش و مسلمان شده است در خردی پیش از آنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم چطوری گفتیم شروع کند بر جهاد نسبت کفر و اهل کفر. این مسلمان بود، لکن به سببی که خدمتگاری خانه بود، یک بچه بود خدمت میکرد پدرش، در جنگ بدر و احد اشتراک کردگی نبود. فوراً بعد از وفات پدرش رضی الله عنه یعنی وقتی که عبدالله وفات کرد دیگر به جهادها شروع کرد و یگان جهاد را همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم ترک کردگی نیست. وفات کردگی است در سال 78. یکی از صحابه هایی که کهنه وفات کردن، دیر وفات کردن، همین جابر است رضی الله عنه. باز میگردیم در معنا و احکامی که در این حدیث آمدگی است که یک مرد از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان کرد: ای رسول الله به من فتوا بده، بگو به من اگر که من 5 وقت نماز را بخوانم و رمضان روزه بگیرم، هر حلالی که در قرآن و سنت تو آمدگی است او را حلال بدانم و حرام هایی که در قرآن و سنت ذکر شده است حرام بدانم و از همین عدد زیاد نسازم، آیا داخل جنت میشم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: بله. مسئله اول ببینید در این حدیث غیر روزه و نماز 5 گانه دیگر چیزی ذکر شدگی نیست، خصوصا زکات و حج. در تعویل این حدیث علما می‌فرمایند که وقتی که این صحابی بزرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم را پرسان شد که اگر 5 وقت نماز بخوانم و رمضان را روزه بگیرم، مثلا حلال و حرام را اونها را همچون حلال و همچون حرام بدانم، پس داخل جنت میشم. این علما می‌فرمایند که دلالت می‌کند که در این حالت غیری فرض 5 گانه و
فرضی رمضان دیگر یگان حکم پیدا شدگی نبود. یعنی این سؤال کرده این صحابی بزرگ در اولی اسلام بود، چون که در مسئله زکات صحبت نیست در این حدیث و در مسئله حج نیست. پس یگان کس امروز حجت پیدا کرده نمیتواند که بعضی احکام اسلام را بجا بیاورد و بعضی دیگر را بجا نآورد، چون که این در اول اسلام بود که هر چیزی که وحی نازل شدگی بود همین وحی را عمل کردن برای انسان ها سزاوار جنت بود. چون که در فرضهای نماز هم زیادتی پیدا شد غیر این پنجگانه، یعنی نفل هایی بود و اینچنین واجب هایی بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم در نمازها بعداً پیدا شدند. و اینچنین رمضان، یعنی چطوری گفتیم هرچند که زکات ذکر شدگی نباشد، حج اگر ذکر نشده باشد دلالت نمیشه، این دلالت نمیکند که کسی از مسلمان ها زکات را ترک کند، چون که برای همگان معلوم است و معروف است، اشاره هم کرده بودیم که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وقتی که خلافت را در دست گرفت، بعضی از قبیله های عرب دست کشیدن از پرداخت کردن زکات، یعنی زکات را با خلیفه مسلمان ها نمیخواستند پرداخت کردن. ابوبکر صدیق شمشیر آشکار کرد و گفت هر کسی که بین نماز و زکات جداگی میسازه گردن او را خواهم زد. دلالت به آن میکند که هر کسی که احکام اسلام را بعضی هاش قبول میکند و بعضی هاش ترک میکند و قبول نمیکند، پس چی است؟ او دیگر از اسلام بیرون شدگی است. این چی است گفته؟ در حالتی که ابوبکر خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. برای همین این حدیث برای آنهایی که میخواهند حجت کنند که زکات نیست، حج نیست، این حجت برای آنها قائم نمی شود. این حدیث از حدیث های اول اسلام هستند، چی طوری که در دیگر روایت ها معلوم شده است. و دیگر فایده حدیث و فایده مهم این حدیث همین است که صحابی بزرگ، البته که هر یک مسلمان در آرزوی جنت است، آرزوی دیدار جنت است. برای همین هم آرزو کنان از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسان کرده، گفت این کارها را اگر که به انجام بدهیم داخل جنت میشم؟ رسول الله هم در جواب گفت بله. دلالت به آسانی اسلام میکنه. اگر هر یک انسان یعنی مسلمان دعواگر اسلام پابندی من همین احکام اسلامی اگر باشد، الله عزوجل برای او چی دیگر جنت را آسان ساخته است. برای او جنت داخل شدن چیزی مانع نمی شود مگر که از دنیا برود. البته که در حدیث های سابقه ذکر کرده بودیم که از همه اساسترین اساسات این چیز نیتی بنده است که در دلش قرار گرفتگی است. و چطوری که گفتیم فایده دیگری حدیث همین است که صحابه ها دائمی از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان کرده می ایستادند، هر چیزی که نصیب و سزاوار بودن اونها را به جنت بیان میکرد. این هم دلالت به آن میکند که آنها با شوق و با هوس انتظار جنت بودند. پس ما و شما را باید از همونهایی باشیم که در همون شوق باشیم. هر یک ساعت چطور که در حدیث قبلی ذکر کردیم باید مسلمان در فکر و اندیشش همین باشد که من چی عمل انجام میدیم امروز که سزاوار جنت بودن دلالت میکنه. یعنی بعضی عملهای است که همون عملها انسان از کافر نگهداری میکند. برای همین هم هر مسلمانی که پابند شریعت باشد باید تیاری به سوی جنت بر هر لحظه بر هر ساعت از سخن گفتن، از دعا کردن، از نماز خواندن باید خود آگاه کرده استد ای بنده تو سفر به سوی آخرت داری. خواه آخرتت به سوی دوزخ است والعیاذ بالله که الله عزوجل همه ما و شما را پناه دهد، خواه به سوی جنت است. پس هر یک ما و شما همون راهگردی که آخرت برای همه معلوم می شود ما او را ساخته ایستاده ایم.
چطوری که میگویند ما تاریخی یکدیگری خودمان میسازیم. یعنی هر یک انسان با دست خودش تاریخ خود را نوشته ایستاده است. چطوری که میگویند اتوبیوگرافی هر یک ما و شما در اختیار خود ما است. ما میخواهیم تغییر کنیم تاریخ خود را، پس اینا میکنیم. اگر که نخواهیم باقی مانیم، اینم در اختیاری ما و شماست. برای همین بنده باید کوششگر باشد، عمل صالح کند، تاریخ را تغییر دهد. انشاءالله که الله عزوجل برای هر بنده که پابند و خواهان پابندی عملهای نیک است، انشاءالله سزاوار او آخرت او در جنت آخری مأواست انشاءالله تعالی. در اینجا سخن خدا به آخر میرسانم و باقی مانده صحبت انشاءالله در درس دیگر است. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.